اون چرا که خداوند بگوید بفرماید بالفعل واقع میشه. هیچ کسی خواست خدا رو نمیتونه تغییر بده. اما من شما انسان ها وقتی که وعده رو میدیم باید قبل از اون بگیم الا ان یشاء الله، همچون که در سوره کهف جزئی از آیه 24 مگه که خدا بخواد. ان شاء الله یعنی همین. و خداوند میفرماید که ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله، نگوید که چیزی رو که من فردا اینو انجام میدم مگر که بگوید که مگر که خدا بخواد. وقتی شما چنین گفتید این خودش احترام به وضعیت بشری خودمونه و ایمان به اینه که تقدیر خداوند در هر جایی غلبه میکنه. ایمان به اینه که من شما حقیقتمون اینه که در مقابل متغیرات قرار داریم، نمیدونیم هر چیزی رو که بخوایم انجام بدیم، برای که هر حادثه‌ای، هر واقعی یک فاعل میخواد که انجام بده، یه مفعول میخواد که روش انجام بگیره، یه مکان میخواد، یه زمان میخواد، یه سبب میخواد. من شما انسان ها هیچ کدوم مالک این عناصر نیستیم.